5 के 10 5 5 के 10 से 5 5 के 24 5 के 5 5 के 6 5 के 5 5 के 10 5 के 5 5 के 10 تو اکون 5 کارش کاره ازت کاسه دیمه ما همه کارهای کیم که یاد کردی من متمتع نظم بنام هم به هر روز تکرار میکنم من ادبیات نظم بینم من یک شعر نویسم که نیا گوش کن چی گنجشکه که بیچاره چرا گشت آواره با این لباسیتونو در این هوای خنوک از خنوکی میترسی درم میلازی آفرین بارکالله دخترا بچه ما گفته بودم که درباره گنجشکک 4 جمله نوشته بی تو نه این باشد شعر رئیس آموزه است بهترین احسن من باوری دارم که در آینده یک شاعری خیلی خوب خواهی شد بچه این شخص باید چی گویه؟ آفرین 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 هوای روحی مرا تازه کن و آمدنم یه شاعر فرزانه کو آره بین باید همسنی من ما یک جای خوندگی قدیمش دامی؟ نه باید یک پرته از من پیشتر میشی تو را تمامی آفاق دوست می دارد یقین که دوست ندارد کسی فزون زمند شعرهای خوب می نویسد بابا جان بابا این مثال حلقه را میتونید می؟ کنه بیار نه کدوم همینه ده معلم خطا که این خیلی مسئله حل کنی یاد داد خودتان یاد دادید که من درست حل کنی یاد دادگی این خیلی یاد دادگیم نه وقتی که من گم میزنم تو گوش نمیکنی برای همین نمیفهمی تنبل تو این احوالات کتی هیچ وقت متمتیک یاد نمیگیری فهمیدی؟ بچه ها؟ این نامش چی؟ पाँच के 10 5 5 के 10 से 5 के 24 5 के 5 5 के 6 5 के 5 5 के 10 5 के 5 के 10 50 مادر جان من شما رو دوست میدارم مادر جان من شما رو دوست میدارم مادر جان
من شما رو دوست می‌دارم. مرحمت داره. مادر جان من شما رو لازم می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. الو؟ ها مادر جان چه خیر؟ سیاست سلامت؟ ها من ناس رحمت دادم چه خیر؟ خونه همه تینچ همه ناس؟ ها من ناس خوب رحمت بودوی شما نه همش ناز گفتم یک بار پرسم ها نه یگان چی لازم نیست همش خوب تینچ باشه شد مالی ها مالی خیر مادر جون من کار دارم مالش خوب خیر مالش مرحمت داره. وجا من شما رو خیلی دوست می‌دارم. دادو جان و جان من هر دوتون سخت دوست می‌دارم. مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. پدر جان من شما رو دوست می‌دارم. محمد خان پسرم من شما رو بسیار دوست می‌دارم. دادو جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. غیرت، فراد، خوشنود، دلاشوب من شما رو نغز می‌بینم. بوه من شما رو ناز می‌دیدم. Кто это? باز چوکدی؟ ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی؟ ویچ نمین دخترم این خونه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند ویچ نمین دخترم خیلی کاتاستروف یم لیوی غاش اچ بپشید من چه کوی بیزا کردی بخدا آخر شما از کجا میدونید سحر کار به میرید بیگاه میبینید این دختر خانه به من جنی میکنه ایقا تو سحر کدی که داد نزن مون بیچاره دختر گوخر ریزونا ریز ریخت سوخ چوکر از با جنگ بختن در کار می هر سر هم بیچاره تو میخه میکنه تو اینا کو تو شخصیت این دخترچه کشته دی تو
و کی میشد کلاشو بده خیر از حاضر نگویم کایم به میفهم کلاشو بعد یاد میگیره دای هر زد تو میخوای کردن گیری بیچاره این مکتب راد نستنش ویرون خونه بیاد میخوای بیچاره مولتیفیلمش میبینه خونه درونده میشونن یک بار قطی تو بازی میکنه ببین تو همچون مادرش نوازش میکنه میبینه فقط جنگ کنه اینا نکردی و کردی اینا درست اینا کارات کتو دخترچه مالش کارش کند غلطوند ریزوند بچه همین آخر همین پسیقی بچه ویران کردی با خدا آخر شما پیش این بایق من جنگ میکنید آخر من حرمت نمیکند نکنه واپس نکند فهمیدی آخر اوزم بترون آخم واپس حرمت من درمادگی بیزار کرده فقط کار نمینه همین لحظه یک چیز را فهمیدم من میتوانستم کاری کنم که حادثه رنگی دیگر گیرد باز چو کدی ای مراد همین تلفن او چی اینقدر کیرم برای می جنبی ویچ نمین دخترم این خانه با پرابلمه فقط یگون چیز میشکند میریزاند میسوزاند قیچی میکند مثلا اینجا یم لیوی غاش اچ با پرگونه و آرام شو یگون کاری بد نشده است میرم شمالیش میکنم هولم گلستان من خیلی آرام شوم این با میفهمونم گپا نمیفهمد این کی به آدم میشد کی به کلام میشد آهسته کلام میشه زنک جان آرام شو شین آخر شما نمیدونید یم لیو او روز آبی وانه سر دادگی خودش برفت است قریب ما اینجا زتاب کند پره روز قیچیه گرفته است کورتا ما قیچی کرده سوم چه میکنم گفته یم لیو غاش اچ با پرید منو واست های آرام شو زنک کودک همیخیر قیچی میکند میافتد میغلطد میریزوند الان اساس زندگی یاد میگیرد خدا خود دخترم دیزاینر زور میشه ها چکته گیسم بزه بچه تماشا کند پول برای شما برای چی لازم؟ تجارت بسیار از ما عکس خوب داریم مخصوص برای اونها که صاحبکاری مشغول هستند مثلا پراتین پاس کردیم مثلا بسیار هم وای خوب است مثلا در اینجا از 10 تا 13% بعدا 11 یک عکس خوب داریم بسیار عکس خوب است مخصوص برای اونهایی که مثلا تجارت فعالیت میکنن مثلا عکس بسیار خوب است من یک بار نگاه کنید مثلا اینجا فایزاش خیلی پس نگاه کنید مثلا برای خریدنی مثلا میبخشید جواب بدم حضور میپرسم اوزی دستم بند زنم جون سالی خودم زنگ میزنم من نه سای تلفن میکنم مالش میبخشید من نگاه کنید وابسته از اون که چقدر شما مبلغ میگیرد چقدر میگیره شما عادتا این گونه حادثه ها این خیل می انجام میدند стоп انا همین لحظه خورد نقطه بسیار مهم است نقطه انتخاب نقطه شروع یک زندگی زیبا یا پرماجرا بیزار کردی زنگ نزن دیگر من با وقتی کردم واپس زنگ نزن دیگر میبخشید نگاه کنید مثلا فایزا خیلی پست است مثلا از 10 12 13 وابسته چقدر مبلغ میگیره
اینجا نقطه آغاز یک جنجال نباتی بود. او یک قدم گذاشت تا پیش راهی ماجرا را بگیرد. من میتوانستم این را به اینابت نگیرم. مقام خود را نگه دارم و جزای بی احترامیش را دهم. چه داره داریم چه؟ کجا آدم بودی تو؟ اما این کار را نکردم. درک کردم که جریان زندگیم در دستی من است. من میتوانم آن را بسازم یا بسازم. حسن داداش بی مرحمت داره. سلام. چه داره دیر میکشم؟ خیلی در شکستم از این ما. من دوشنده بودم. دوشنده بودی؟ تلفونم نمیاد. آخه گویک برداشته که من دوش بگم من قریب در شکستم از این. داد ناز میکنم. خیلی دختر چه؟ عبدالله همش موافقی وعده 5 تومن من نفر هرجان بیافتیدم من خودم ایسکر نمیتونم سیمکش همه کسکم رو میکنم خودم تو پچه کشه کاملا کسال بجام که گویدن عبدو تو بامدی خیز گپای خیز چیزه گپ داشت آشنا گپای تلفون میکنم تلفونتو نمیگیری من با گوش کن تلگرام آتش سندگی ویدیو دیدی نه حالی ندید بیا اینجا بیا فوران بیا حاضر کارم مهم اوی کارت هم مهمتر آشنا یک بار بیا دوستان عزیز هموطنان دقت کرونا هندی به کشور ما هم رسیده آمد در 3 نفر بیماران دیدی رسیده آمد این که قزقی نه آشنا قزقی نه من تو گفتم فورا تاجیلا یگان کار کنم کار آمادگی دیدن در کار آرام شو پانیک نکن خیلی پانیک نمیکنه خیلی پانیک نمیکنه عبدو دیده ایستاده خیلی پانیک نمیکنه خودت میدونی شهر به چقدر بنان وارد میشه نمیگوش دیره دو فورو آورد فهمیدی می همه جا تقسیم شده که ویدیو می تاخرشه می ببین شهر بستری شدن دکتران کرونا ویروسی تمغه هندی رو تصدیق این هایکو بنان کتی میگذاشته این قزقی نه آشنا بنان که اون اسمه ایناش بنان کتی میگذاشته عبدو این خیلی نمیشه داشته فورا نقشه دیگر کردن نکن تغییر دادن نکن رخنو چه نقشه؟ خواه اوکم بنا نگیری بنا نگیریسته گوله بی رحمان حالا ما با چشناق میخریم باش دلم از زکا چشناق لیمون اسپان یگانتاش کار به کار نمیمونده حتی واکسین تاثیر نمیشه برای این خیلی بدم نمیده بچه ها من خواندم نکی از روی دیگه رشه چی؟ سیمشه؟ پوچه خیلی سیور منه گیر خود اینه چون خود خلاص می؟ انمی دواب داد چی خیلی نه وای منه اینترنت بنویسته فهمیدی؟ منه عبدالخان منه همه شد که اینجا که اتومو اخمق نه فهمیدی؟ Семечка является самым лучшим лекарством по предотвращению индийского коронавируса. Распространяйте, пожалуйста, эту информацию. Семечка
Semchga telefon qilamiz. Chi? Semchga telefon qilamiz. Alo. Sog'limaysizmi? Ha, hozir men buyam. Ha, men buyam guftam-ku. Abdu. Oshno. Men xudamni zakaz qilам. Duton میگیرم. خودم اگر میگرفتگی باشه گویم. نقد چقدر؟ حاضر نقد. اگه قیمت میشه من گفتم اونم یافته نمیتونه عبدو. فکر کنم چی؟ باور کن که این نقد یافته نمیتونه. سونی پشایمان میشه عبدو. ببخشید. عبدالله چیکار میکنی؟ چیکار کنیم آشنا؟ چی؟ این پولی بچه ها رو دادم نکن. پولی تو، پولی بچه ها، پولی پمیداره ها دادن نکن. نگین کرونا هندوستانی آمد. آشنا بیا خفگی ببخشیو این کیدت نه راست وضعیت حاضر کمتر تغییری ها من میفهمم من حاضر خودم هم سخت در خجالت آشنا عبدالله آشنا اکنون فقط است من خیلی دیده و دانسته ایستاده قدم ابلهانه میمونم تو خدا به من گوه به من گوش کن آشنا این عیب من نه عیب هندوستان من پول بودگی حاضر با جای پول کار کنم نمیتونم که به پمیداری خاکی تو بند کنم عبدو من 7 ماه تمام قوت دارایی من برای این کار صرف کردم درست بچه های من شهر به شهر دیه به دیه گشته این قدر بارا جمع کردم من میدونم دوستم من حتی همه دهقان ها رو التماس کردم زوره کردم که پمیدارهایشان رو نفروخته قاق کنن برای هر یک کیلوش من 25 تومانی پول نقد دادم درست من میفهمم من به تو گفتم که 5 تومن پمیدار خاک میخرم من به تو گفتم که کیلوش 50 تومانی میگیرم لیکن من نمیدونستم که وضعیت این خیلی تغییر مییابد حاضر باش آشنا تو زیق نشو اما حال نمیگیرم نگفتم تو من میگیرم راسته امروز نه حاضر نه من خدا خواهد زمان ها نق شود تین شود صحت سلامت باشیم من بارات میگیرم دوستم نه البته من همش میگیرم فقط زیق نشو آشنا صادق جان آشنا خفه نشو این بیزنس لبای شریفه کو السلام علیکم
Yok, aleyküm assalam jiyan. چیکار شما سلامتون هستین؟ شکر شکر بد خدا تینج هستی بردم هستی؟ شکر بد نیست اکا جان چیکار شما؟ نیست بد نی آیسته آیسته تینج هستی؟ رحمت یاد دارید درباره پمیدور خواه گفته بودم درباره چی؟ پمیدور خواه آها یاد دارم خوب اکا جان راستی گپ این عبدالله پلاستینکا شو دیگر کرد من با این 5 تونه پمیدور خوب نمیدونم چیکار کنم اکا جان شاید کانالاتون رو استفاده کرده به بازارهای خودمون میداریم با نرخ ارزان پول خدا شود بس باور کنید چی گفتید؟ میدونی چی جان؟ راستی گپ حاضر من این کار رو کردن نمیتونم کارم خیلی بسیار انا یک ماشین بانانهایم پوسیده شده است ویروس نب از بانان میگذرد که یگان کس بانان رو نمیخرد من میفهمم اکا جان شاید یگان شاگردا یگان یار و دوستا لبای حاضر میرم جیان با تلفن میکنم الو یک کاری ضرور میکنم الو شریفکا الو معلوم چیکار جوره هستیش؟ ندارم ها معلوم این برها گشت همین 500 کیلومتر گشته میگرفتی حاضر وقت ندارم بعد که میزنی معلوم الو چه اراده؟ من یک چیز رو نمیفهمم شما یک آدمی با عقل با آدمانی کلانشون خیز میکنید در مسئله مبلغ باشد با پول کلان داد و گرفت میکنید در مسئله تجارت باشد چندین سال تجربه دارید میمین نکن زنک این باری اول نیست که شما فریب میخورید تو کاری خودت کن من کاری خودم رو کرده ایستادم و اینکه به شما میگم هوشیار باشید این رو هم وظیفه خود میدونم میدونم گپی من با گوش شما من نمیخوره لیکن من یک چیز رو نمیفهمم فهمیدم درست من فهمیده نمیتوانم من فهمیده نمیتوانم که چرا شما به آسانی به همه چیز و به همه کار باور میکنید مثلا پمیدوری خوب و پیش از آن که تمام قوتتان را تمام نیرویتان را باور صرف میکنید و باری هم فکر کردید می
در صورت تغییر یافتن وضعیت با وی چی کار میکنید؟ پمیدور قاق این محصولاتی نیست که مردم همه وقت با وی نیاز داشته باشد و شما همه وقت آن را به بازار برآورده فروخته توانید. مثلا عبدالله رود و بانکرات شود چی؟ یا گم شده رود؟ خدا نشان ندهد آن مورد چی کار میکرده؟ آیا این طرفی مسئله را فکر کردید؟ یا عبدالله هر یک کیلوی پمیدور 50 سامانی میخرم باید از حسابی درآمدن ذهنتان تیره گشت؟ زنک اینقدر وقت نکن سرم میکفم. Ana برای چی میگویم که کریتیسکی مشلینی کردن در کار؟ چی کردن در کار؟ کریتیسکی مشلینی کردن در کار. حالا من این را به شما فهمانده نمیتونم. لیکن فکر میکنم که به شما لازم است. حالا نرسم. با یک آدمانی همکاری میکنید که عبدالله با یک جمله وی مردک فکرش را عوض کرد گفتید می؟ نفهمیده نسنجیده. اگر رودو یگان کس به عبدالله گوید عبدالله جان بوی تختر جا رو دست باید از این عبرت که عبدالله تمامی اخلاقهای دیه را جمع کرده و بازار میبرد دستیه.